جعل رتبه کنکور و دروغ گفتن در مورد رتبه کنکور و اینا دیگه جرم انگاری قراره بشه. ما جرم انگاری چرا؟ حالا ما برای کی دروغ میگیم؟ ما رتبه‌مون رو دروغ میگیم، به زنداییمون دروغ میگیم که مامانمون دشمن شاد نشه تو فامیل. مسئله جدی نیستش که. دیگه نمیتونیم دیگه دروغ گفتن کلا کنسله. نمیتونی بگی که من خودم میتونستم هر دانشگاهی دوست داشتم برم ولی تصمیم گرفتم دانشگاه شبانه برم که مدرکمو بتونم آزاد کنم. آزاد کنی کجا بری؟ کی تو رو میخواد؟ آزادی تو برو. من آزادت میکنم، تو برو هر جا دوست داری تشریف ببر. به نظرم مرحله بعدی برن سراغ اینایی که میگن که بچم میره کلاس پیانو، آرشام عزیز میره کلاس پیانو و بعد از 1 هفته میتونه جان مریم رو بزنه. اینو ما صحت سنجی کنیم ببینیم اگه نتونه بزنه به جان مریم با مش میخوامونش. شوخی ندارم، جدی. هیچ کسی نذاریم دروغ بگه دیگه. از همه رو مختارم اینا این که من پسرم هست معمولا. پسر نازنین منو فرانسه دعوت کرده، گفته که بیا اینجا ما همه چی بهت میدیم، درس و اینا که هیچی، بورسیه کامل، خونه بهت میدیم، ماشین بهت میدیم، تو فقط درس بخون. که ما فقط درس خوندن رو تو رو نگاه کنیم. یعنی یه سری فرانسوی نشستن درس خوندن آقا پیمان رو دارن نگاه میکنن. Look how beautiful he studies. یه خونه دیگه بهش بدید. خیلی خوب درس بخونه، عالی داره درس بخونه. والگولد، گرم به گرم به آرزوات برس.